ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستا عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده. نعمات و برکات روحانی خداوند همیشه در زندگی شما سرازیر شود و وجود داشته باشد. دوستا عزیز، امروز بسیار خوشحال هستم که برنامه اول نقد و بررسی را از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان می سازم و با شما شریک می کنم. دوستان عزیز، در برنامه نقد و بررسی ما درباره مشکلات داخل مسیحیت، یعنی تعالیم خرافاتی و مشکلاتی که در تعالیم بعضی از معلمین مسیحی و کلیساها وجود داره صحبت میکنیم و میرقم بعضی مشکلات فرهنگی دیگه که در داخل مسیحیت وجود داره و همچنان ما در این برنامه به نقد ادیان دیگر خصوصا اسلام میپردازیم و کوشش میکنیم که درباره مسائل اجتماعی و مهم و اساسی و بنیادی ما اسلام را مورد نقد قرار بدیم و در جایی که حقوق انسان در اسلام نقض شده، خصوصا حقوق خانم ها، ما در او باره صحبت بکنیم و برنامه داشته باشیم. برنامه امروز ما درباره مقام و موقف زن هاست و خصوصا مقام و موقف همسرها یا خانم های ما. دوستان عزیز، ما و شما میدانیم که زن از نگاه انسانیت با مرد یک موقف مساوی داره و هیچ فرق بین مرد و زن وجود نداره. مرد و زن از نگاه خداوند هر دویشان یکی هستند و خداوند هر دو را به یک نگاه میبینه و خصوصا وقتی که ما درباره زنی که همسر ماست و یا خانم ما صحبت میکنیم، در اونجا ما میبینیم که ما باید یک احترام بسیار خاص به همسر و خانم خود داشته باشیم و نه خانم خود را کمتر از خود ببینیم و نه بزرگتر یا بلندتر از خود، بلکه در یک موقف مساوی با خانم خود قرار داریم و ما باید از محبت کامل با خانم خود کار بگیریم و خانم خود را باید که ما با او مقام و شأن و موقفی که داره به او احترام بگذاریم، چی موقف انسانی اجتماعی و چی موقف روحانی از او باشه. دوستان عزیز، در اینجا ما میخوایم سر یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنم و او است که متاسفانه در فرهنگ اسلامی افغانی کشور ما، فرهنگ اسلامی افغانی ما با موقف زن احترام نداریم و من نمیخوایم درباره او چند نفری که خوب رفتن چند روز سواد حاصل کردن و یک کم از اسلام دور شدن و اونا میگن نه ما با موقف زن احترام داریم، مسئله از اونا جداست. ولی در کل اگر ما در فرهنگ اسلامی افغانی ببینیم، موقف زن واقعا مورد نقض قرار میگیره و همون حق و حقوق زن مورد نقض قرار میگیره و با موقف و شأن زن خصوصا خانم‌ها و زنهای ما چی میشه؟ به احترامی صورت میگیره. کی کار فرهنگ اسلامی افغانی ریشه در قرآن داره، ریشه در احادیث محمد داره، در سخنهای علی داره و همین رقم در فرهنگ کهنه افغانی که از اوی سرچشمه میگیره. دوستان عزیز، قبل از اینکه ما برم موقف و شأن زنها و خصوصا خانم‌ها و همسرای ما را از نگاه از اینکه در اسلام حقوقشان مورد نقض قرار گرفته و موقف و شأنشان مثلا به او اهانت صورت گرفته، از نگاه اسلام او را مورد بررسی قرار بدم، ما میخوایم برای شما از کتاب مقدس بخوانم و ببینم که موقف و او عزت و شأن اصلی که خداوند بر زنها داده و خصوصا بر خانم‌های ما از نگاه کتاب مقدس، از نگاه خدای حقیقی و زنده یسوع مسیح، از نگاه از او چی است، از کتاب مقدس میخوانیم. اگر ما شما کتاب پیدایش فصل 1 و آیه 27 را بخوانیم، در اینجا ما شما درباره موقف یک زن بسیار واضح از زبان خداوند میشنیم. میگه پس خدا انسان را شبیه خود آفرید و او انسان را زن و مرد خلق کرد. میگه خدا انسان را شبیه خود آفرید، یعنی او خوبی هایی که از لحاظ اخلاقی، خوبی هایی که از لحاظ عقلانی، مسائل عقلانی و روحانی در خداوند وجود داره، نمونه هایش را در انسان گذاشت. یعنی انسان امروز عقل داره مثل خداوند، قدرت تفکر و تعقل داره و همین رقم
انسان میتونه که از طریق مثلا روح خود با خداوند رابطه برقرار بکنه. یعنی خدا این خوبی ها را در انسان آفرید و همین انسان را خداوند مرد و زن آفرید که از ما شما میبینیم که انسانی که به او خوبی خلق شده این مرد و زن است. نگفت که مردها را بهتر از زنها، بلکه می خود انسان یعنی مرد و زن که هر دوش عین موقف را داره. اگر خداوند انسان را شبیه خود خلق کرده و انسان زن و مرد است، پس زن و مرد هر دو یکسان شبیه خداوند خلق شدن. یعنی از لحاظ گفتم اخلاقی، مسائل اخلاقی، از لحاظ مسائل عقلانی، از لحاظ مسائل روحانی ما میبینیم مثالایشان براتون دادم که یک انسان عقل داره و قدرت تفکر و تعقل داره و از لحاظ مسائل روحانی میتونه انسان خوب و بد فرق بکنه و با خدای خود رابطه برقرار بکنه. یعنی مرد و زن مساویانه از این مثلا مزایای خوبی خدا بر انسان داده اینا بهره مند شدن. پس فرق بین مرد و زن وجود نداره. در همین ابتدای کتاب مقدس در کتاب اول، این در کتاب پیدایش در فصل اولش ما و شما دوستای عزیز میبینیم که خداوند میگه که انسان را شبیه خود خلق کردم. گفتم از لحاظ عقلانی، از لحاظ روحانی و از لحاظ مسائل اخلاقی. و در اینجا ما و شما دوستای عزیز میبینیم که میگه انسان هم از زن و مرد خلق کردیم. یعنی همین که خداوند بر انسان هر منزلت و هر درجه‌ای را که داده و بر زن و مرد یکسان داده شده و فرق بین مرد و زن وجود نداره که بعدا ما بیایم بگیم که نه مردها این چنین است و زنها این چنین است. نه، مرد و زن هر دوی شبیه خداوند یکسان و مساوی آفریده شدن و در هیچ چیز بین از یا فرق وجود نداره مگر ای که در ساختمان امو بدنشان و مثلا آلات تناسلی و غیره و غیره. متوجه هستین دوستان عزیز؟ او یک مسئله جداگانه است و در اینجا ما میبینیم که پس زن و مرد مساوی است از لحاظ کتاب مقدس، از لحاظ مثلا خدای زنده و حقیقی یعنی یسوع مسیح. زن و مرد یکسان و مساوی هستند و در هیچ چیز بین از اونها فرق وجود نداره. یعنی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عقلانی، از لحاظ حقوق، از لحاظ مثلا مسائل روحانی در بین از اونها فرق وجود نداره. خب و غیر ما بیم خصوصا درباره همسر و درباره زن خود یک شخص صحبت بکنیم یعنی زوجش. در اونجا ما میبینیم خداوند چی میگه. بازم در همین کتاب پیدایش ما میخوانیم در فصل 2 در اینجا میبینیم که درباره موقف خانم ما همسر ما کتاب مقدس چی میگه. میگه که به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. یعنی زن و مردی که با هم ازدواج میکنن یکی هستند، یک بدن هستند و در نزد خداوند اینا را به یک چشم میبینه. پس لازم مسیحیت زن و مردی که ازدواج میکنن با اینا درک بکنن با هم مساوی هستند. هر دویشان به مثل یک بدن هستند، یک بدن تشکیل دادن مثل یک بدن اینا زندگی میکنن. هر دو با هم یک جاست یک بدن. خدا اینا را به یک چشم میبینه. در بین از اینا فرق وجود نداره. وقت خدا به طرف زن و شوهر میبینم مثلا شوهر دیگه بلند نمیبینه و زن بلند نمیبینه. میگه دویتون با هم مساوی یکسان هستین، با هم دیگر زندگی میکنین. با این رابطه‌ای که با هم مساوی و یکسان هستین، این رابطه‌ای که در محبت و در این که اطاعت است، شما باید این رابطه را پیش ببرین. دیگه خود محبت و اطاعت بکنین چرا که دویتون مثل یک بدن هستن. مثل که اعضای بدن ما در محبت و در اطاعت کار میکنن. یعنی ما هم بدن خود را دوست داریم و اطاعت میکنیم از چیزی که مغز بر ما میگه و همیشه ما در خدمت هم دیگه اعضای بدن ما قرار داره. مرد زن هم میرقم است. پس از لحاظ مسیحیت زن و مرد که هستند به مثل یک بدن دیده میشن و خدا اینا رو به مثل یک نفر میبینه. اینا با این رابطه خود درک بکنن که در این رابطه مساوی یکسان هستند و باید هم دیگر خود محبت و اطاعت بکنن. و این موضوع در اینجا پس گنجایش زن دوم، سوم و چهارمی که زن جنس دوم است و دو زن مساوی به یک مرد است، در این چیزای گنجایش وجود نداره. پس از لحاظ مسیحیت خانم های ما مساوی هستند با ما و تمام حقوق که ما داریم اونا هم دارن و از امو شأن و منزلت و مقام و موقف در ازدواج و در امو رابطه ما و در از لحاظ حقوق انسانی بهره مند هستند که ما هم هستیم. میره کتاب مقدس بر ما صاف کرد. موضوع دیگه که من میخوایم بخوانم از افسسیان است که کتاب مقدس با وجودی که برای ما بسیار واضح ساخته بود ولی بازم دوستان عزیز میبینیم کتاب مقدس در این باره موضوع تاکید میکنه و برای ما بسیار واضح میگه. و اما در افسسیان فصل 5 آیه 25 افسسیان 5 آیه 25 میگه و اما شما شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را
دوست داشت و حاضر شد تا جانش را فدای کلیسا کند. یعنی در این کتاب مقدس برای ما مردها برای شوهرها یاد میده که خانمایتان طور دوست داشته باشین که مثل که مسیح کلیسا را دوست داشت که حتی جان خود را فدای کلیسا کرد. پس این موقف یک خانم و همسر ما در ازدواج است که ما را بسیار زیاد باید دوست داشته باشیم. و در اینجا باز ما در آیه 33 اگر بخوانیم در اینجا گفته میشه بنابراین در فصل 5 افسسیان آیه 33 بنابراین تکرار میکنم شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید. پس در اینجا ما شما از لحاظ کتاب مقدس میبینیم که مسئله که زن را بزنی و قهر کنی و جای تا جدا کنی و نمیفهمم تو بزن که مثلا در اوبار نشه و باز یک کلمه دربه یعنی بزن را استفاده شده در قرآن، این مسائل در مسیحیت اصلا مطرح نیست. ما باید محبت بکنیم طوری که تا جان خدا فدا بکنیم، چی رسه به این که ما رو بزنیم یا کم ببینیم یا مساوی ندانیم یا حقوقش نقض بکنیم. پس از لحاظ کتاب مقدس دوستان عزیز موضوع در اینجا برای ما و شما آشکار و واضح شد که ما در نزد خداوند یعنی زن و مرد، وقتی میگیم ما یعنی انسانی که زن و مرد است یکسان و مساوی هستند، از تمام حقوقی که یک مرد بهره‌مند است زن هم بهره‌مند است. حتی در مسیحیت ما میتونیم گفته تمام حقوقی که زن بهره‌مند است مرد هم بهره‌مند است. پس خداوند زن و مرد را که انسان شبیه خدا فایده بر هر دویش حقوق مساوی داده، هر دویشان یکسان هستند. خداوند هر دویش به شکل یک انسان میبینه و هیچ چیز را در بین از اینا مثلا تا و بالا نگذاشته که یکیش بلند باشه و دیگه‌اش پایین باشه. و وقتی که میره در یک حلقه کوچکترش که زن و خانم خود ما یعنی همسر ما هستک با او میبینیم، همسر یا خانم در اینجا ما شما میبینیم دوستای عزیز که متاسفانه که دیگه مردم به این باور نیستن، ولی ما مسیح خوشحال ما به این باور هستیم که ما و خانم ما یعنی خانم ما و ما به مثل یک بدن هستیم در نزد خداوند، باید به مثل یک بدن زندگی بکنیم و این رابطه زناشویی و ازدواج یک رابطه مساوی یکسان و برابر است که تمام حقوق را که ما داریم خانم ما هم داره و ما باید به مثل یک بدن در اطاعت و محبت زندگی بکنیم. و آیات از افسسیان فصل 5 آیه 25 و آیه 33 را خواندم که گفته بود که شما محبت فداکارانه با خانمایتان داشته باشین و از خودگذری نشان بدین و مثل خود اونا را دوست داشته باشین. ما وقتی مثل خود اونا را دوست داریم دیگه ما از همه چیز تیر هستیم و بسیار از اونا خوب محافظت میکنیم و اونا را تمام حق و حقوقشون را برشان میدیم و داده چی که حتی ما باور میداشته باشیم که اونا دارای تمام حق و حقوق است و باید از او مستفید شوند و میرزمیم به خاطر حق و حقوق از اونا تا اونا به او برسن و اونا را میشه یکسان و امانند خود میبینیم. این بود مقام و موقف زنها و خصوصا خانم‌ها و همسرای ما از نگاه کتاب مقدس. ولی دوستان عزیز حالا میایم درباره از این ما شما صحبت میکنیم که مقام و موقف زن در قرآن و در احادیث چیست و همچنان در فرهنگ اسلامی افغانی ما شما مقام و موقف زن و خصوصا همسرها و خانمای ما چیست و در این باره میایم دوستان عزیز ما شما صحبت میکنیم. خب چیزی را که ما دوستان عزیز میخوایم براتون بگویم، مقام و موقف زن در فرهنگ اسلامی افغانی. ببینین اولی که ما یک مرد حق داره که 4 دانه زن بگیره. یک مرد مساوی به 2 زن است وقتی در جایی که یک شهادت میدی. یک خواهر به اندازه برادر در میراث شریک نیست و ارث نمیبرد. متوجه هستین دوستان عزیز؟ همیشه زنها به نظر کم در فرهنگ افغانی ما دیده میشه. حق و حقوق را که مردا داره برای زنها داده نمیشه. مردا میتونن که طلاق بدن، زنها حق طلاق خواستن ندارن، مثل از این مسائل دیگه که هستن. و همچنان حتی وقتی که ما در فکر خود میاییم و فکر میکنیم که ما به زنها حق و حقوقشان دادیم یا احترام قائل هستیم، ما اینجا نوت کردیم زنها را به نامهای مختلف ما صدا میکنیم. مثلا به خانم خود میگیم مادر اولادهای ماست، یعنی میشرمیم که بگوییم خانم ماست، همسر ماست، این چیزی عیال ماسته که یعنی نانخور ماسته. متوجه هستین؟ به خانم و همسر خود در فرهنگ افغانی ما میگیم. یا چی میگیم که یک کس دیگه وقت خانم ما را میگه یا خانم کس دیگه این همشیریم است. همشیره چی مونه؟ ما با او شیر نخوریم. چرا نمیگی که خواهرم است یا خانمتان چطور است؟ میگه همشیره چطور است؟ چرا نمیگی خانمتان چطور است؟ همسرتان چطور است؟ متوجه هستین؟ یا چرا کس دیگه میگه همشیره تا میکاره کرد؟ چرا میگی که زن برادرت یا خانم مینی کار کرد؟ چرا برشان نمیگین؟ چرا او همشیره میسازه؟ اینا که ما ندارین فکر میکنین همشیره میگین که اونا باز با او کدام کار بد دیگه انجام ندن.
همشیره اصلا این لغتش غلط است، شما استفاده میکنین برای خانمتان، یک کس دیگه به خانم شما همشیره کس شده نمیتونه تو به او شیر نخورده باشه، متوجه هستین؟ یا میگی سیاسر، متوجه هستین؟ برای خانم خود یا به خانمای دیگه شما سیاسر استفاده میکنید. سیاسر یعنی چی؟ سیاسر یعنی کسی که مظلوم است، بیچاره است، ضعیف است، به این معنی شما معنی زیر میفهمید. یعنی وقتی که یک کس بسیار مظلوم و ضعیف میشه با سر خود لچ میکنه، بله از خدا میگه امی کار مرا غرض نگی یا امی کار بکن، من مظلوم هستم سر خدا این لچ کردم، سرم سیاه کرد، سیاه سر شد دیگه، سرم سیاه است. متوجه هستین؟ یک چیز مظلوم و ضعیف. و دیگه برای مثلا عاجزه میگین. صحیح، در فرهنگ اسلامی افغانی عاجزه است، یا عاجزه تو کرد یا در اطراف عاجزه تو شد. عاجزه یعنی کسی وجود داره ضعیف است بر از استفاده میشه. این لغت بسیار بد است که ما استفاده میکنیم. حتی در زبان پشتو بر زن میگه حیوانند سنگ دی. متوجه است؟ در سمت مشرقی یک زن و اطفال شما به نام حیوان صدا میکنین. یا مثلا مادر اولادها، مادر اولادها چرا نمیگی خانمم، چرا میگی همسرم، چرا میشرمی به مقام همسری و به مقام خانمی زن چرا میشرمی؟ یا نمیگی خانه‌داریت کجاست، یا کوچت کجاست، یا کوچم رفت، یا خانه‌داریم. هیچ معنا داره این کلمات بسیار بی معنا. کوچ یعنی چیزی که سر ما بار است. متوجه هستید؟ راست میگردانیم خانه ما قرار نیست سر ما بار باشه، همسر ما قرار نیست سر ما بار باشه. یا مادر اشتکها میگه، مادر اشتکها کجاست؟ متوجه هستی چی معنا داره؟ چرا نمیگی خانمم، چرا میگی همسرت؟ یا میگی مادر اشتکایت کجاست، چرا نمیگی که خانمت کجاست، چرا نمیگی همسرت کجاست؟ یا در پشتو می کور والا، یا مثلا کده میگی در پشتو که معنای کوچ میده، یا مثل ازی، یا بوبوی اولادا، یا ننه اولادا، یا مثل ازی غیره و غیره. بسیار جای شرم است که لغت ها را ما شما استفاده میکنیم. اولی که ما با خانم خود در جای میریم بگویم خانمم، بگویم همسرم، یا بگویم زنم. بس این لغت ها باید استفاده بکنیم لغت ها را. یا اگر کس دیگه میگه بگوی خانم شما، یا زن شما، یا همسر شما بگوی. هیچ معنا داره که مادر اولادا، بوبوی اولادا، ننه اولادا، حیوانات نفهم کوچت، مچم همشیره، یا مثلا عیالت، یا مثلا ناجزه، یا یک سیاسر برش بگیم سیاسرت کجاست، یا مثلا خانه‌داری و کوچت کجاست. این کلمه است که واقعا ما و شما با مقام و موقف و با معزت و شأن خانم خود ما و شما چی میکنیم؟ اهانت میکنیم. و این اهانت ما از کجا یاد گرفتیم؟ میره از قرآن یاد گرفتیم، از حدیث یاد گرفتیم، همچنان از فرهنگ کهنه افغانی خود یاد گرفتیم و این ما نقل کردیم آوردیم. این حال دوستا عزیز، ما میخوایم برای شما از کجا بخوانم؟ میخوایم برای شما از قرآن بخوانم، از حدیث بخوانم و برای شما از قرآن حدیث براتون بگویم که همی که ما زن را نابرابر و نامساوی میبینیم و به شأنش و مقامش و به عزتش اهانت میکنیم و حقوق زن را برش نمیدیم و حقوق مساوی برش قائل نیستیم. واقعا این مسائل از قرآن رشته گرفته و چه سرچشمه گرفته، از حدیث سرچشمه گرفته. ما میخوایم این را برای شما بخوانم دوستا عزیز و شما را از شما تقاضا میکنیم گوش بدید. در هیچ کس مشکل نداره که ما و شما در فرهنگ اسلامی افغانی به دیگه کشورها کار نداریم. زن، مادر اولادا، ننه اولادا، مادر اشتکا، نایفهم بوبوی اولادا، عیال، مثلا همشیره، کوچ، سیاسر ما، عاجزه ما، مچم خانه‌داری ما، غیره و غیره ما صدا میذاریم. در پشتو هم به نام کده و مچم سیاسر هم به نام حیوانان و غیره و غیره یاد میکنیم. در هیچ شک نیست. این شما هیچ نمیتونین که در این باره شما کدام استدلال بکنین. همین لغات شما استفاده میکنین، در تلویزیون استفاده میکنین، در رادیو استفاده میکنین، در بین خود استفاده میکنین، در زندگی اجتماعی، در زندگی خانوادگی خودی لغات شما استفاده میکنین. و این واقعا یک جای شرم است که لغت ها را کس بر خانم خود، بر همسر خود یا بر یک خانم کس دیگه استفاده بکنه. چرا واضح ما نمیگیم خانم ما، همسر ما، زن ما، یا خانمتان چطور است، همسرتان چطور است، زنتان چطور است؟ بسیار ساده، بسیار ساده. ولی بعضی کسایی گفتم که سواددار از اسلام دوری کردن، اونا مسئله شان جداست، ولی اکثریت ما درباره صحبت میکنیم. حالا میایم سر اسلام، ببینیم که اسلام چی گفته. از حدیث شروع میکنیم. متوجه هستین دوستا عزیز؟ حدیثی که روایت است از بخاری و مسلم، یک حدیث صحیح است. حدیث صحیح بخاری و مسلم در روش چی گفته شده؟ در اونجا گفته شده که زنان ناقص العقل هستند، یعنی عقلشان کامل نیست. وقتی که زن عقلش کامل نبود، حدیث صحیح بخاری و مسلم
زن ناقص العقل است، یعنی عقلش کامل نیست. وقتی عقلش کامل نبود در ایچ است که ای زن از لحاظ حقوق مساوی با مرد، یعنی از لحاظ حقوقش با مرد مساوی نمی باشه و چون ناقص العقل است از هر لحاظ یک درجه دوم را میگیره و مرد درجه اول را میگیره. یعنی مادر ما ناقص العقل است نظر به ایدیس، خواهر ما ناقص العقل است، خانم ما ناقص العقل است، خواهر ما ناقص العقل است نظر به این حدیث. خب اگر کسایی میگه که این حدیث ما قبول نداریم، خب شما اگر این حدیث قبول ندارین پس حدیثای دیگر چرا قبول دارین؟ اصلا شما باید پس حدیث قبول نداشته باشین. یک حدیث قبول ندارین دیگه همیشه قبول نکنین. یا حدیث صحیح بخاری و مسلم است. اصلا بعضی کسایی که در اینجا میان بسیار بازارتیزی میکنن و کوشش میکنن که معنای حدیث را تغییر بدن، ولی حدیث همطور متوجه استین واضح هست. در اینجا چی میگه محمد؟ میگه خب در اینجا گفته شده که زنا، میگه چیزا گفت محمد برشان گفته که ای جماعت زنان صدقه بدهید و زیاد استغفار کنید، زیرا من دیدم که شما بیشتر اهل دوزخ هستین. سعی که این اهانت محمد به مقام زن که میگه شما بیشتر چیستین؟ اهل دوزخ هستین. آنگاه زن خردمند از میان آن زنان گفت ای رسول خدا چرا ما بیشتر اهل جهنم هستیم؟ محمد فرمود چون شما به قصد یا غیر قصد یا به علت یا بدون علت دیگران را نفرین میکنید و احسان و نیکی شوهر را نادیده میگیرید و آن را ناسپاسی می نمایید و هیچ ناقص العقل و ناقص الدینی را ندیدم که مانند شما. زن یعنی ناقص العقل و ناقص الدین یعنی ناقص ایمان است، بتواند عقل و هوش مردان دانا را برباید. خب در اینجا دوستا عزیز ما و شما باز میگه زن سوال میکنه نقص عقل ما و دین ما به خاطر چیست؟ محمد میگه مگر شهادت و گواهی دو زن برابر با شهادت و گواهی یک مرد نیست؟ این نشانه نقصان عقل است. محمد رجوع میکنه به قرآن. نشانه از اینکه شما ناقص العقل و ناقص الدین هستین او زنایی است که دو مرد مساوی به دو زن مساوی به یک مرد است. پس این نشان میته میگه این نشانه نقصان عقل است. از سوی دیگر خب این مسئله را ما در اینجا میخوانیم در حدیث بخاری و مسلم که در اینجا و اصحاب سنن تمامشان روایت کردن. حدیث بخاری و مسلم و اصحاب سنن روایت کردن که محمد در این زنا را اهل دوزخ میخوانه، میگه شما ناقص العقل و ناقص الدین هستین. حدیث میگه او خانمایی که هنوز هم مسلمان ماندین شرم از برای شما، بین هوشیار شوین و از این حالت بدبختی اسلام براین. و در اینجا میبینیم که محمد بسیار واضح و بسیار به طور واضح میگه که زنها اهل جهنم هستن، ناقص العقل ناقص الدین هستن. میگه دلیل از این چیز، شاهد از این چیز میگه نمی شاهدش نمی سندش چیز که در قرآن شما را گفته که دو زن مساوی به یک مرد. پس دو زن مساوی به یک مرد شما مساوی نیستید، شما نقص دارید و این نمی ثبوت است. و همین رقم کسایی که شیعه از بگه اینا محمد گفته خو علی خو نگفته. متوجه هستین؟ برای شما شیعه ها میگم که شما برین در خطبه 80 نهج البلاغه علی برین، خطبه 80 نهج البلاغه علی و در اوج شما برین بخوانید خطبه 80 نهج البلاغه علی. در اوج از علی در خطبه 80 نهج البلاغه سخنهای محمد را تأکید و تکرار کرده، گفته زن ناقص العقل ناقص الارث و ناقص الایمان است. این شما شیعه زنایی که شیعه هستین بیاین این عقلتان را در اینجا شما ناقص هستین، شما ناقص العقل هستین، ناقص الایمان هستین، ناقص الارث هستین. اید از نهج البلاغه علی این محمد شما را به خانما به مقام و موقف خانما با ثبوتی که از قرآن گرفته اهانت کرد. و در اینجا آمدیم خود محمد یعنی به مادر خود اهانت کرد، به خواهر خود اهانت کرد، به زن خود اهانت کرد، به همه زنها اهانت کرد. همین رقم علی هم زن ناقص العقل ناقص الارث و ناقص الایمان نامید با تاکید از سخنای کی محمد. پس مسلمان ها دیگه در اینجا کدام گپ ندارن که رد بکنن. اگه شیعه شما به گپ علی باور ندارین پس چرا پیروی میکنین از علی؟ سنی اگه شما به گپ محمد باور ندارین پس چرا پیروی میکنین از محمد؟ حالا بیاین بگوین این حدیث صحیح نیست و غیره نیست. خود این مسائل کاملا اشتباهی است. این حدیث صحیح بخاری و مسلم است و اهل سنن و ایام نهج البلاغه علی. خب و اگر در سوره
بقره بری منال از این محمد بگذاریم بگو برو خور محمد قدر مهم نیست که محمد چی میکنی بیا از قرآن صحبت کو. الله آیا با مقام زن اهانت کرده؟ الله آیا حقوق زن را نقض کرده به مثل علی و محمد؟ الله آیا زن را بد و رد گفته؟ بله ها گفته. در کجا گفته؟ در مگر ما شما اول خب الله در کتاب مقدس خواندیم خداوند چی گفت؟ خداوند گفت که او مردا خانمایتان دوست داشته باشین و اونا را محبت بکنین مثل خود یک بدن میبینین. ولی الله چی میگه؟ گفت کردیتان مساوی استین. کی گفت؟ کتاب مقدس گفت، خدا گفت. الله چی گفته؟ در سوره بقره آیه 223 سوره بقره آیه 223 الله چی گفته؟ میگه زنا کشزار شماستن، از هر کجا که بخواید به کشزار خود درآیید. زن یعنی ملکت شماست، کشزارتان از هر رقمی که دلتان میشه به او چی کنین؟ درآیین. یعنی شما حاکمیت مطلق و کل بر علیکی زنا دارین. و همین رقم چند از نامه شما را 31 نهج البلاغه علی ببخشین که من ایران بر شما میخوانم. علی گفته که از مشورت با زنان اجتناب کن زیرا ایشان ضعیف و عزمشان سست است. این سخنای علی است. و همین رقم از نامه شما را 31 نهج البلاغه علی با پوشش که بر آنان قرار میدی یعنی بر زنان دیده آنان را از دیده مردان باز دار زیرا سختی ایجاب آنان را نزد تو نگه می دارد. یعنی به زور ایجاب زن پیش نگاه کن. و دیگه چی گفتن؟ نامه 31 نهج البلاغه و بیرون رفتن زنان از خانه بدتر از این نیست که افراد لابالایی را بر آنان درآوری و اگر بتوانی چنان کنی که غیر تو را نشناسند. پس این کلمات علی در مقابل موقف زن. ببینید علی و محمد با موقف و مقام زن اهانت کردند و حتی آمدن حقوق مساوی را بر زن قائل نیستند و مثل مردا. الله را دیدیم در سوره بقره گفتیم، آیه پیشتر خواندیم، در اونجا گفته شد که اینمی زنا که است کشزارت است، هر رقم که دلت میشه میتونی بر از اونا پیش بیایی. آیه 223 سوره بقره. اگر سوره بقره را آیه 282 را بخوانیم در اونجا بر ما چی گفته شده؟ سخنایی را که مسلمان ها امروز در افغانستان و جاهای دیگه وارد فرهنگ خود ساختن. در چی میگه؟ اگر میگه دو مرد نبود مرد را با دو زن بیار، یعنی یک مرد مساوی به دو زن است. متوجه هستین؟ میگه اگه گواهی میاری خود دو مرد باشه. اگه دو مرد نبود دو دانه یک مرد بود دو دانه زن بیار که جایز مرد دیگر پر کنی. یعنی دو زن مساوی به یک مرد. و همیشه است که محمد با در حدیث خود میگه اینمی کافی نیست برای شما که در قرآن گفته شده که دو زن مساوی به یک مرد. و ببینین که با مقام و موقف زن را در اسلام شما زنا ببینید که یعنی شما دو دانه زن مساوی به یک مرد هستین. به مو خاطر است که اینمی حالت بر سر شما قرار گرفته و هنوز هم شما در پشت اسلام هستین. خب این الله است که دو دانه زن مساوی به یک مرد میدانه. سوره بقره آیه 230 را میخوانیم. میگه اگه زن اگه طلاق کردی و زن بیچاره را اگه پس میگرفتی باید یک مرد دیگه او را بگیره باز تو بگیری. تو را خیره پروا نداره، تو را خیر پروا نداره. زن اگه طلاق کردی اول یک مرد دیگه بگیره باز بعد از او بر تو برسه. یعنی ببینید مقام موقف یک زن که بازی چه دست مردها که یعنی تو طلاقش بده باز اگه پس دلش میگرفتی یک مرد دیگه بگیره باز دست از او شه باز او طلاقش بده باز پس تو بیایی بگیری. یعنی اگه یک زن طلاق داری باز دلت شد که پس بگیریش یک مرد پیدا کو کو بگیریش باز او طلاقش بده عدتش تیر شه باز تو بیایی او را بگیری. این مقام موقف زن است که الله بر از او قائل است و از این خاطر علی و محمد از الله کاپی کردن، گفتن زن ناقص العقل است، ناقص الایمان است، ناقص الدین است، ناقص الارث است. و سوره بقره آیه 230 الله را دیدیم که بر زنا چی چتیات میگه. سوره نساء آیه 3 ببینید که الله چی گفته. در اینجا گفته شده که زن که است اینمی زن شما متوجه هستین میتونین 2 تا 3 تا 4 زن بگیرین. یعنی یک مرد میتونه 4 زن بگیره. شما میگه در قرآن نیست، چرا نیست؟ سوره نساء آیه 3 میگه شما میتونید که در اینجا از مثنا و ثلاثه و رباع شما چی کنین؟ زن بگیرین. یعنی 2 زن 3 زن تا 4 زن میتونین شما بگیرین. این مقام موقف زن است که الله بر شما زنا قائل شده.
این مقام موقف است که هنوزم زنها نمیفهم چرا هنوزم مسلمان ماندن. شما ناقص العقل میگن شما را ناقص الدین میگن، ناقص ایمان میگن، ناقص الارث میگن شما زنا را. و در اینجا آمدیم پیشتر گفت شما کشزار مرداست نظر جای که دلشان میشه درآیند. و در پیشتر برتان گفت که 2 دانه زن مساوی به 1 مرد است. و در اینجا ما میخوانیم که 1 مرد میتونه 4 دانه زن بگیره. چرا این موقف زن آیا با مرد مساوی است؟ آیا نقض حقوق زن قرار صورت نگرفته؟ متوجه هستین؟ در اینجا زن بیچاره چی موقف داره که 3 تا 4 تا گله زیر جمع کو و 1 مرد بده بانه بساز که یتیم است. متوجه؟ سوره نساء آیه 11 برای ما شما میگه، در سوره نساء 11 میگه سهم پسر برابر سهم 2 خواهر است. یعنی نمیشه که ناقص الارث شدین، یعنی در شما نقص دارید، کامل نیستین. 1 برادر برابر 2 دانه خواهر ارث میبره. چرا؟ اولاد خاین اولاد است. ببینیم که در اینجا در اصل مقام زن را الله و محمد و علی مورد چی قرار داده؟ مورد اهانت قرار داده که زن اگر مادر است، اگر ای خواهر است، اگر ای خانم است، اگر ای هر کسی که است، ای را یا مورد چی کردن؟ اهانت قرار دادن. مقامش را، شأنش را، موقفش را، عزتش را، جا و جلال زن را، حقوق زن را یا مورد اهانت و نقص قرار دادن. که زن 1 دفعه با 2 تاش مساوی به 1 مرد میشه، 2 تا خواهر مساوی به 1 برادر میشه، 1 مرد 4 دانه زن میگیره. این زن ناقص العقل است، ناقص الارث است، ناقص الدین است و ناقص نفهم غیره و غیره. و حدیثای دیگه که از علی خواندیم اونا رو در جایش بگذارین. و همین رقم در سوره نساء 24 حتی میگه شما زنای شوهردار نگیرین مگر ای که در تصرف شما داره. یعنی 1 زن را اگر شما کنیز میگیرین در تصرفتان داره آمد از خودتان است. در اینجا اجازه میده سوره نساء آیه 24. و نیز میگه زنان شوهردار بر شما آرام شد مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند. یعنی زنانی که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند، از کتاب خدا پیروی کنند. زن را که میگه که حتی شویداران بود که تو به نام از اینکه مسلمان نیست گرفتی او را کنیز خود بگی. این مقام موقف زن است که هر زن را که رفتی، یک کسی زنی که مسلمان نبود او را رفتی گرفتی، به زور گرفتی، به زور جنگ، حتی که شویش زندان بود اولاد هم داشت، دیگه زن توز در ملکیت تو قرار گرفت. اصلا زن یعنی ملکیت شما. زن مادرتان ملکیت پدرتان، خواهرتان ملکیت یازنیتان، دامادتان خودتان، زن خودتان ملکیت خودتان. متوجه زنها یعنی ملکیت دیگرها، کشزار دیگرها که هرچی دلشان شده همون کار در حقشان بکنه. و اگر سوره نساء 34 ما در اینجا بخوانیم میگه خدا گفته که شما زنایتان نفقه بدید، نفقه خور. از او خاطر در فرهنگ اسلامی افغانی شما میگه یه عیالم هسته و شما بر اونا میگه تسلط دارین. صحیح نیست؟ سوره نساء 34 میگه شما تسلط دارین. متوجه است؟ بر زنان تسلط دارن، یعنی کسایی که برشان روزی میته و نفقه میته یا تسلط دارن بر زنا. فهمیدین؟ متوجه استین؟ میگه به میره میخوانه مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود پس زنان خود از مال خود بر از می زنا میتین، پس بر زنان شما بر زنان چی کرده؟ شما تسلط دارین. اینی آیه قرآن است که از خاطر که خدا برتری داده بعضی را بر بعضی دیگه، به خاطر که زنا را نان میتین و نفقه میتین شما بر زنا تسلط دارین. متوجه هستین؟ این آیه را خود مسلمان ها می زنا برن بخونن و ببینن که مقام شما زنا چی است در اوجه. سوره نساء 176 میگه که ای خواهر تو نصف برادر خود چی میکنی؟ میبری. یعنی یک خواهر که از نصف میراث برادر خود چی میکنه؟ میراث میبره. و این بسیار یک گپ چیز است، بد است که ما ببینیم که 2 تا خواهر ما مساوی به ما باشه، یعنی ما 2 چند خواهر ما ارزش ما و مقام ما باشه. دیگه در اینجا همچنان اگر ما سوره نور آیه 31 بخوانیم و در اینجا گفته که یعنی زنا باید خود بپیشانن و حجاب داشته باشن و غیره و غیره. و همچنان سوره احزاب را اگر ما بخوانیم در اینجا همچنان گفته شد زنان دختران خود بگو چادر خود را بر خود فرو بپوشانند، یعنی زن مجبور بکنیم که اونا باید حجاب داشته باشن. یعنی سوره احزاب آیه 59 و همین رقم سوره نور آیه 31 هم درباره از اینکه هم زنا باید خود بپیچانن و زینتی های خود و یعنی همین آرایش خود و همه چیز خود را باید بپیچانن و
غیره و غیره درباره می خلاصه مسئله حجاب صحبت شده. خب این حال دوستان عزیز در اینجا ما دیدیم که از لگای فرهنگ اسلامی افغانی یعنی ببینید یک زمان چی میگیم ننه اولادا، مادر اولادا، بوبوی اولادا، خانم خدا عیال ما مچم ده کوچینیان امور نیفهمم شیری ما زما کده سیاسر یا زما سیاسر زما ایوانان عاجزیم مادر اولادایم خانداریم کوچم مادر اشتکایم یا کور و علامه اینی چیزایی هسته که ما و شما برای یک زن استفاده میکنیم نمیتونیم بگوییم که مقام موقف اصلی زن لغت اصلی که به احترام بر خانم خود ما استفاده میشه بگوییم خانمم همسرم یا بگوییم زما ماینه یا زما شزه صحیح نین یا بگوییم زنم این لغت ما استفاده بکنیم و حتی خانم که از دیگر هم میگیم همشیریم چطور است مادر اولادای چطور است عیالت چطور است کوچت چطور است ننی اولادای چطور است بوبوی اولادای چطور است حیوانان چنگ دی یا سیاست چطور است متوجه این کلمات استفاده میکنیم چرا نمیگیم خانم شما چه حال دارن خوب هستن همسرتان خوب هستن یا زنتان خوب هستن تا معینت چنگ است تا شادت چنگ است یک کدام گپ بد نیست چرا از ما شرم داریم شرم ما از کجا میه ای که ما زن حیوان میخوانیم مادر اشتک میخوانیم سیاست خود میخوانیم عاجزی خود میخوانیم کوچ خود میخوانیم این از کجا سرچشمه میگیره این از حدیث که محمد گفت که زنان ناقص العقل و ناقص الدین هستند و ثبوت ما گفت آیه قرآن است که میگه دو زن مساوی به یک مرد است و این از کجا میه برای شیعه از علی میه که علی گفتیم که در نهج البلاغه از اما رفرنس هایش مؤخذایش برتان دادم که زن ناقص العقل است ناقص الارث است ناقص الدین است و امیر رقم شما از قرآن خواندیم که گفت دو زن مساوی به یک مرد همچنان گفت که زنا کشزارتان است از هر جایی که میدرین بیاین و در جای دیگه گفت که اگر زن مثلا رفت و قار کرد و غیره شما تا بزنینشه متوجه استین باز ملا میگه که نه تو گفته بزن که اوگار نشه او رقم نگفته متوجه استی خب و مسئله دیگه چیسته که میگه دو برادر دو خواهر مساوی به یک برادر در جای دیگه دیدیم که میگه یک مرد میتونه 2 تا 3 تا 4 تا زن بگیره جای دیگه میگه زنای شوهردار نگیریم مگر اینکه یک زن کسی که غیر مسلمان باشه رو به زور شما کنیز بگیرین اسیر بگیرین با زور به خود بگیرین یعنی زنا بیخی مثل یک ملکیت وارث گیره بگیرین چرا نمیگه که زنای مسلمان که وقتی شما حمله میکنین مردایی که غیر مسلمان است رو میگیرین اون رو بر خود شوی بگیرین چرا نمیگه که زنا شما برین 2 تا 3 تا 4 تا شوی بگیرین چرا نمیگه که یک زن مساوی به 2 مرد در دادگاه حق داره یا چرا این مساوی نمیسازه که یک زن یک مرد با هم دیگه ازدواج بکنه چرا مساوی نمیسازه که برادر خواهر با هم مساوی حق دارن چرا مساوی نمیسازه که نمیسازه که در دادگاه یک مرد و یک زن شهادت چون قبول است مورد قبول قرار میگیره و چرا در اینجا امیر مساوی نمیسازه که بگه که اید زن را که تو غنیمت هم بگیری در ملکیت خود آورده نمیتونی که یک اسیر کسی که غیر مسلمان است رو بگیری و تو بگی زنم هست این چرا نمیگه اگر تو مساویش میسازی بگو خیزنای مسلمان هم برن مردای غیر مسلمان را بگیرن اونا را هم بیاین پس دوباره چی کنن کنیز خود بگیرن یا شوی خود بگیرن متوجه هستین یا ما سورای دیگه که از ما خواندیم ما رقمی که زنا خود شما در حجاب میپوشونین خیر مردم رویتون اپوت کنین که زنا شما را رویتون نبینه که عاشقتون نشه متوجه خب مردم مقبولی داره و زنا مقبولی داره مردم ما رقمی که ما احساس داریم نسبت به زنا نسبت به ما احساس دارن نسبت به اعضای بدن ما نسبت به صورت ما قد ما قامت ما چشم ما لب ما پس مردم باید دیگه اون رقمی که حجاب بپوشن چرا تنها زن حجاب بپوشن متوجه هستین دوستان عزیز اینجا آوردیم ما و شما اسلام در قسمت از اینکه حق حقوق اساسی زن را مورد نقض قرار داده متوجه هستین و آمده در ایجا به مقام زن به شأن زن به جا و جلال و به شرف زن اهانت کرده که الله محمد و علی یعنی قرآن و حدیث و اسلام و خصوصا فرهنگ اسلامی افغانی ما که ما هم به چشم سر در افغانستان میبینیم در اینجا میبینیم این حال من بعض از کسایی که من میگه توی نقد را کردی بررسی را کردی کاملا غلط است در اسلام جنت زیر پای مادران است در کدام آیه قرآن گفته که جنت زیر پای مادران است که در قرآن خود میگه که در روز آخرت باز تو مطابق به اعمال کس تو در اینجا
مورد پیگرد قرار میگیری، قضاوت میشی. تو یک آیه قرآن برای من نشان داده وقتی حکم الله نباشه جنت زیر پای مادران است، یه حرفای چتیات شما در کجاست؟ کی دلتان خوش ساختین؟ قرآن ایره نمیگه. قرآن خو میگه در روز آخرت کس اعمال نیک و بدت مورد قضاوت قرار میگیره. متوجه هستین؟ پس در اینجا ما شما باید بسیار زیاد، یا مثلا قرآن گفته که باید مقام زن بسیار زیاد احترام داشته باشی. چی احترام داشته باشی؟ کجا احترام داشته باشی؟ کجا این احترام است که وقت زن ناقص العقل میگی، وقتی که تو می زن میگی که دو زن مساوی به یک مرد، دو خواهر مساوی به یک برادر، یک مرد میتونه 4 تا زن بگیره. هر زن را که غیر مسلمان بگی در ملکتت بیار، زنها که از ملکت شما از کشزارتان از هر جایی که میخواین داخل شوین، غیره و غیره. زن باید خود بپیچانه و حجاب بپوشه و غیره و غیره دیگه. این خب بسیار یک مسئله است که بسیار بسیار بد و مسئله است که شما خود فریب میتین و بازی میتین. امروز ما بر شما حقیقت را درباره اهانت قرآن به مقام زن و همچنان نقض حقوق اساسی زن توسط قرآن و حدیث امروز بر شما این موضوع را بر شما روشن و آشکار ساختم. این حال شما در نزد خود اگر وجدان دارین، برین امی آیت ها و امی حدیث را بخوانین و پیش خود قضاوت بکنین. همه چیز واضح و آشکار است. در فرهنگ افغانی اسلامی را بسیار واضح و آشکار میبینین. ولی اگر وجدانتان مرده و میاین استدلال بیجا میکنین، دیگه ما با انسانایی که وجدانشان مرده باشه و انسانایی که بیاین به خاطر یک چیزی که هیچ حقیقت نداره استدلال بکنن، با اونا باز حرف ندارم. ولی سلسله نقد ها و بررسی های ما از گفتم ادامه پیدا میکنه. موضوعات مختلف دیگه در اسلام و ادیان دیگه و در مسیحیت مورد نقد و بررسی قرار میتیم با ثبوت شواهد. مثل که امروز از حدیث خواندم، از حدیث محمد خواندم، از حدیث علی خواندم، از قرآن خواندم برای شما و همچنان فرهنگ افغانی را، چیزایی که در اموج هست عملی که ما میبینیم همیشه بر شما ذکر کردم، یادآوری کردم. خودتان تصمیم بگیرین و میتونین که در این باره هر کسی اینمی آیت های را که من در زیر آیت را که خواندم آیت عربیش ذکر کردم، فارسیش هم ذکر نمی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه شما باز میگین معنای زیر تغییر داد. عربیش ذکر کردم، برین ترجمه خود پیدا کنین، برین اون را بخوانین، وجدانتان بیدار بسازین. بیاین که بیدار شیم، بیاین که هوشیار شیم تا چه وقت ما شما زیر استثمار جهالت و زیر استثمار تاریکی اسلام قرار داشته باشیم و یک شخص به نام محمد و شخص دیگه به نام علی یک چیز را به نام الله که بگه خداست معرفی کرده باشه و به بر زندگی های ما تسلط پیدا بکنه و زندگی ما را به یک طرف بکشانه که ما مادر خودت ناقص العقل بگوییم، خواهر خود ناقص العقل بگوییم، زن خود ناقص العقل بگوییم و ما بیایم به خود اجازه بدیم 4 تا زن بگیریم، بیایم به خود اجازه بدیم که دو چند یک زن حق داشته باشیم، حق و حقوق داشته باشیم، بیایم به خود اجازه بدیم که زنها را بپوشانیم و خود ما رقم که دل ما شده رقم بگردیم. پس دوستای متوجه ازی باشین که آگاهی و بیداری ملی و سرتاسری در کار است و ما امیدوار هستیم که کار شما آغاز بکنید. تشکر و همه شما را در نام خدای زنده و حقیقی، خدای محبت که گفت مرد و زن را یکسان و شبیه خدا آفریدم و گفت که مرد و زنی که ازدواج میکنه مثل یک بدن است و مرد باید خانم خود را دوست داشته باشه، مثل جان خود دوست داشته باشه. به نام اون خدای زنده و حقیقی یسوع مسیح همه شما را با شما خداحافظی میکنم و شما در فیض و پناه امی خدای بزرگ و عظیم همیشه قرار داشته باشین. خدا نگهدارتان. آمین.